هون گداریا رادیوی ریاتزش مسکوی دکن. سلاف و دمو بخیر گدارین دلال. رادیو ریاتزه اند کارن ببینید تو رو اینترنتی بوی ناونیشانی. مالپر ریاتزه نقطه کم. ایروشمی شش سوادیه. گداریا دنگو باسی نفتیه کی بکن. رفش داوی یا باکوری کردستانی نتوان یک بوی دخواز لکولینی درباره کشتن خلق سیویل ترکیه دکه بر پسری موفی مروف یا نتوان یک بوی زاید رات الحسین راگیاند کدوی لکولین درباره کشتن سیویلان در شهر الباکوری کردستانی سردستی لشکری ترک واره کرن یکی سواتی الحسین راگیاند که گمان هیا که هیزین سیویل ترکیه بگوله این ارتشی تینه کشتن و هنه وینا درباره بمجاریات بلاف کرن پیویست لکولین سروان واره کرن ویدیو که تی بس کرن نشان داده که کمک خلق سیویل با آلایا سپی دستیوان دا جنیازی سیویلک راد کرن وی دمی اوراستی گل باراندن هاتن روزنامه‌وان رفیق تکینجی بریندار ببو لیوی ببردوامی کامera خو دخابتاند ارتش ترک الجزیری و هشمارک باجاریندن قدغه درکتن کلانن راگیاندنه دزگه مافین بروان یا ترکیه دبیجه جمعه تباخ وروا هری کم 798 سیویل سیونه جوان زاروک دورین شهر هاتنه کشتن نوچه جزیری یا شرناخی کالدجی یریشین هزین دولتی برخدانو گلد دروژه پینجیامین دا بردوام کلونو تاخ جودی ترمین 5 کسان هاتن دیتن الدجی ترور دولت یا نوچه سوریا آمده برخدانو یپس ددومه هزین دولت ترک شالی هزین یپس تین بلاف کرن الگور آگاین چوکانین هریمی پیوچونو چرشمی دا گلک لشکر و پولیس هاتن کشتن رایدرین دولت ترک جید بیجن که دل لشکر مرنه و دو پولیس جی بگرانی برین دارن جالیه که دن واجی نوچه سوری دنجه و پیوچونو برای هزین اولین ترک او چکدارین گریدوی پکیکی و دو لشکر هاتو بون کشتن 5 کسین دن که ناسنامای وان نهاتیه دیار کرن تی گوتن که دیریشین هزین دولتی دا جیان خوش دست دانه الگوراگاین پیشمی 4 سباتی تا خجودی یا نوچه جزیری 37 کسین دن جالی هزین اولی یا ترکیه و هات ندور پیچ کرن او یک دمکی دا یک جروج 22 چلی یا 2016 سالی و 28 کس لمن تاخیش علی هزین اولی ین ترکیه و نامولکی دا آسیمانه و حیانو افنه هاتنه رزگار کرن 13 روش بسر دوربیجا سر 28 بریندارین که همین تاخید آسیمانا در باز بیه و 6 کسان جی بربرینان جیان خوش دست دانه هیچ تو آگاهی چورانویس 22 کسین دن نایزانین جبر هلوستا حکومت ترکیه و بهور نچوین و برینداران 3 پارلمانتارین هدبه عثمان بایدمیر مرال دانیش بشتاش و ادریس بالوکن جروجا چرشمی 27 چلی و کتن گریوا برچی بونه نوچه سوری آمده قدغه در کتنا در والتویت خانهات راگیاندن شهر و پیفچون نوچه سوری آمده ددومه و قدغه در کتنا در واجی دومه دبوره تنیل 4 تاخن سوری قدغه در کتنا در و نهات بو راگیاندن اوجی نیوی شوا دو دسباتی و هات راگیاندن بوی رنگی ایدیل تویت سوری جبو دابین کرنا آسایش و آرامی در کتنا در و قدغه وزیر هندر یه ترکی افغان آلا گوتو بو اپراسیون سوری دا ناو 1-2 هفتیان دا خلاص ببه دزگه استاتیستیکی ترکیه راگیان تال ترکیه هریزیده کوچ کردن باجاری کردانه نه گور آگادارین دزگه الپینجی باجارین ترکیه و باکوری کردستانی کوچ کردن هیه و هریزیده جوالاتین آمده کوچی باجارین دن کرنه 36124 کس بار کردن آمده و هر واش آمده جی 56025 کسان کوچ بربونه شیرناخ 12601 ولاتی جموش 11303 جرحات 10445 جمیردین 10337 شقرس 8481 سواس 8182 جبدلی 6865 سرت 5661 جسمسور 5541 جمرش 5416 شولمرک 4767 جملدی 4443 الی 4344 ایدیر 3268 جولیک 3216 زینجان 2704 جدیلوک 2423 اریخان 2372 درسی میجی 1307 ولاتیا کوچ کرده جبر قدغه در کتنا در و اپراسیون شهر و پیوچونان مهنداوی هری زیده کوچ کردن سوریه آمده و نوچین شهر بشرداخ و جزیره اسلوپی چه بویه
هفسروکی پارتیا دموکرات کردستانی صلاح الدین دمیرتاش کنگره که روزنامه‌نویسی دا جمردین دا خواست حکومت ترکیه کرد که دستوری بدن گل چند اندام پارلمان سردان باجاروک جزیره بکن جبر کو اوا 12 روزن هجمارک بریندار اوایی کی دانه و جیان واند مترسی دانه دمیرتاش دا خواست کرد که کمیته پیک به او همش یک اندام به کمیته به جبو سردان جزیره بکن و وان کسین که دبنی اوایی کی دا آسیمانه رزگار بکن و وان ببن نخوشخانه دمیرتاش دخواست کریه که دوی تیمی که بجیشکی سرداد وان بریندارم بکه اگر اویک راست بجی بلا درمانش بوان ببن لی اگر نا بلا اویک جی بو خلقی جی واره اشکره کرن هروا سباتی سرک وزیر ترکیه احمد داوود اوغلو جی گوتاره که درباره وی مجاری گوته بو تو ولاتین بریندار جزیرینین افتجی بین بنگه و نراسته هات زانین که پارلمانتار کرد لیلا زانه مرجع سرکومری ترکیه جبو هفدیتنی قبول نکریه چند روز بری لیلا زانا دخواست هفدیتنی سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان را کربو اردوغان جی دستپیکی قبول کربو لی پاش مرج دانی بو پیشا زانا و گوته بو دوی دستپیکی سوند بخواه سوند پارلمانتاری یا لیلا زانه معنی که هاتیه گویرتن نه هاتو بو قبول کرن لیلا زنه دما سوند خواره بو کردی گوته بو جبو آشتی که ماینده و برومت و لشونو پیو ملت ترک جی گوته بو ملت ترکیه هفدیتنی دا زانه گوتیه سوند دامه دا تکی ماسی و خلطی نبویه جبروی جی اشجاره کدن سوند ناخون تی گوتن که دناف آسایش ترکیه دا آلوزی درکتیه و پولیس نخوزن لوان دورین باکوری کردستانی ین شهر و پیوچون لیهنه بمینن شهر و پیوچون هنک دورین باکوری کردستانی دا دومن و روزانه لشکر و پولیس ترکیه شهر دا تین کشتن گوری مالپرین دموکرات خبر و بیرگون مالبتن وان پولیسان جی پرهرس بونه و دبیجن ام نخوزن زاروکین خوا بشینن شیر گوری همون جدران هنک پولیسن که دورین شیر هاتنه و گواستن جی خوا پر نرازینه و نخوزن لوان دران بمینن گوری وزیر نخواهی ترکیه و اپراسیون دژی پارتی کارکرین کردستانی جزیر و سور یا آمده وارن راوستاندن وزیر نخواهی ترکیه افکان الله درباره اپراسیون دژی پکک را گیاند ام دوی باوری دا که ده چند روزن بیدا و اپراسیون جزیری وارن راوستاندن اوی هروا گود اپراسیون و در دور هفته یک دن راوستن سدی 85 حتی نودی جدورین سوریجی هاتنه کنترل کرن تی زانین که اف 6 ماه که ترکیه فراترین اپراسیون خالدجی گریلاین پکک پیکانینه دنجام دا دهان ولاتین سیویل و بیگونه بنا قربانی و هزاران ولاتیج کچبر بنا و دورین خواب جی هشتنه ایواری روز پیشمی چهار سبات سر خواندن پارتی دموکراتیک یا گلان خواپیشندان کل میدان کالاتاسرای یا بازار استانبولی هات درخستان ده خواپیشندان که دا آلوزی و پیفچون درکت و 15 کس شالی هزین پولیسین ترکیه و هاتن گرتن خواپیشاندان دبن نام نشان دجی زورداری دنگی خواه بلند بکن هات درخستن و بو شربازرکن شهر و پیفچون باکوری کردستانی و خراویا رفش نوچه جزیره یا گریتای شرناخه بو پلیس استانبولی دستپیکی دا خواپیشاندان دخواست کرد که میدان واره والا کرن لیبلی خواپیشاندار اکتی خواه بردوام کرن پشترا هزین پلیس یریش خواپیشاندارن کرن و آف و گازا روندکریش بکارانین هر وقت پلیس 15 کس خواپیشانداران گرتن هفسروگی دبی صلاح الدین دمیرتاش روز پیشمی داخلینی که دا راگیان دبو پیویست حق همو ایواریان باجاران کن ببن و دجی زورداری حکومت ترکیه دنگ خواه بلند بکن گل بردوامبون شهر و آلوزین باکوری کردستانی سرک وزیر ترکیه احمد داوود اوغلو دنی سردان باجاری مردینی یه باکوری کردستانی کرد الگور زانیاریان داوود اوغلو دوی سردان خدا دی پاکت کنو تایبت برفشا باکوری کردستانی راب گینه پارتین کردی باکوری کردستانی داخواز داوی پیهاتن شهر و اپراسیون ارتش ترکی باجارین باکوری کردستانی دکن هر وقت پارتین باکوری کردستانی دست بکرنا دانستاندن و پروسی آشتی براوستاندن اپراسیون لشکری و گریدانه سیامین هفدیتن ژنو سسی ین بنافکاریو نتوین یک بوی جبو چرا سرکن آشتیان یا کریز سوریه ین نابر اپوزیسیون و رژیم سوریه که روز 29 مارچ دست بکربون پشتی 6 روزان هاتن سکناندن سروکی شاند حکومت سوریه دانستاندن ژنو سسی ین بو چرا سرکن کریز سوریه دا بشر جفرید کنفرانس که روزنامه‌نویسی دا راگیاند دجبره اپوزیسیون سوریه دست دانستاندن بردا و دانستاندن ژنو سسی وقتیا نونری نتوای یک بوی کاروبارین سوریه دا استفن دمستور جی راگیاند هر دو اولین سوری گوتو بون اوش بو هفدیتن نه آمدن لم بریار هات داین هفدیتن بین پاشخستن و روز 25 و مای دیسا دست بکن
ستيفن دي مستور شهر دو أوليون خواست دوی نوبری دو بلا شهر اپوزیسیون و رژیم جی وره سکناندن و هر دو آلی آگر بستی را گینن. وزیر دروی آمریکا جون کیری جل سرویه کی گوت سوریه و روسیه بون سده شکستنا جوین ژنو چمکی اب نه آلیگری چارەسەری سیاسی نه شر دا اصرار دکن. وزیر دروی روسی سرگی لاوروف جی راگیان حتی تروریست هبن ولاتی وی دی یریشن ازوانی رانوستینه. لاوروف تایبتی نوی نوسترا یاگریدای القاعده آنی پیش و گوت جبوان تسدم تنه که یریشن بر و کوما تندره بسکنین. سروکی شاندا اپوزیسیون سوریه جی یفاویه کی خورد که حتی دخوزین وان ینمروی نیب جیانین اب تولی جوینو ژنو نابن. هجای گوتنی حتی نه نونرین تایبت ینتوان یک بوی ستیفن دی مستورا نکاریه شاندین حکومت سوری و اپوزیسیونی راست بینه همبر هفدو. هفتیا بوری سروک هریم کردستان مسعود بارزانی جوینال گلنونرین پارتین سیاسی دا جبو رفرندوم سرخابونه تغییران سرکاتی و خالین دندین گرگ دا شپارتیان پشگریستان. د جوین کوروجا سیشمی پیکات بارزانیش نونرین پارتین سیاسی خواست که قیران سرکاتی جاره سر بکن. سروک هریم کردستان خواست که رفرندوم سرخابونه برای هلبجارتن آمریکا ین 8 مجداری پیک بی. بارزانی دیرو که رفرندومی جی دست نشان کرد و گوت قیرانی جاره سر بکن و سرخابونه پیک بینن از آمدم شپوست سرکاتی وکشم. دوی جوین که تفگر گران و کملای اسلامی بهشدار نبون دیار کرکوش بو جاره سری قیران سرکاتی اف آمده که دف سرکاتی برده و گوت لی بلی جاره سرکرنو وی پرسگری کی شرطه بارزانی وی پیامی دا یان دنو خدا سرکاتی لحو بکن یان جی جبو وی آوایی دوم بکه کنسیسوسه که ماینده ساز بکن. دوی جوینه که سرک وزیر نیچیروان بارزانی و جیگری وی کبات طالبانی جی بهشدار بون بارزانی شپارتین سیاسی خواست که مرجین آورته ین که هریم کردستان دجی لبر چوان بگرن و جبو چارەسەریya قیران سیاسی و آبوری که جبر پرسگری که سرکاتی آلوستر بونه بر پرسیاری تف بگرن. چاودیرین سیاسی دیار دکن که هم بریارداری پیکانینا رفرندومی و هم جی هولن جبو پیمان استراتژیک یا نوبر پدکه و ینکه الهریم بوی سدمن خوشبینی و دستیشان دکن اگر که گوران و کمله تلوستن خدا پیگربن و زیانی بدنخواه. هفتیا بوری بدف کی تفگر اسلامی کردستانی اشکره کر و گوت املگل پیکانینا رفرندوم کردستانی نه و پیوست اف پرس نه پاشخستن جبر کو پیکانینا رفرندومی برژیواندیا گلی کردایه. سروک لیسته پیشکتنا ترکمانان راگیاند پرسا رفرندومیش با سرخابون و هریم کردستانی تنی برژیواندی گلی کردانینه جبر کو برژیواندین همو پیکاتین هریم کردستانی دایه. سروک لیسته پیشکتنا ترکمانان جوالاتن جیانی دخواست کرد که پشگری رفرندومی بکن جبر کو نزدیکی 2 سالا بغداد با یک فرمی هریم کردستانی قطبیه و نه موچین فرمانبرین هریم کردستانی را دکه و نه جی پیشمرگه و کیزکی سرکی عراقی ناسناکه. اوی هر وها گوت ام موفی خود بینن کل سرنسری هریم کردستانی رفرندوم بکرن و نها اف قیران دارای یا کل کردستانی بویا بلا تو پیوندی خال گل رفرندومی تنه پیویست هریم کردستانی نها دست پیک دا نیو سرخبون خوا را گینه و بهمو آوائه کی وک دولت کی سرب خوا تف بگره. پارلمانتاری ادانای و جیگری سروکی آک پارتی و مرجلیک کنفرانس که روزنامه‌نویسی دا درباره رفرندوم هریم کردستانی و داخلین سروکی هریم کردستانی مسعود بارزانی دا راگیاند بلا نیتی گشتن اول دجی دولت کردینه لیبلی اف نخوازن آرامی رجلات ناوین نراحت به. جلیک دیار کرد که افجی وکسروکی هریم کردستانی مسعود بارزانی دفکرن حکم سایکس پیکو نمایه. جیگری سروکی آک پارتی هر و آماجه کرد که اف سردنه که و آلوزی آستری مزندانه اف دخوازن یک ریزی و یک آلی آخو عراقی به پاراستن. سرکومر عراقی فؤاد میسوم تکبیبینه که تلویزیون در سرگیاندن سرخابون کردستانی آخوی فؤاد میسوم راگیاند تو پروژه یک براگیاندن سرخابون هریم کردستانی نینه و تو پارتی که کردستانی جی پروژه یک تایبت و ما بسته پیشکش نکریه. میسوم دازانین که عراق بت آوایی پرچه نابه و گود ناف کردن تو پروژه یک براگیاندن سرخابونی نینه و سروی مجاریجی تو پروژه نهات نه پیشکش کردن. درباره هولنج براگیاندن سرخابون کردستانی و بتایبتش علی سروک هریم کردستانی مسعود بارزانی واجی معصوم داخیه کردن که درباره یکی دا نیرین جداهنه. هفتیا بوری مجرا رفرندوم سرخابون باشوری کردستانی کتیه روژوا کردان و جیانی. پسپوری روس یه حقوق ناف دولتی سرگی میخایلوویچ سر رفرندومی گوت
هر نتف و گروپک دکاره و مافی ویه کو قدر خو کفش بکه مافی کردستانی جیه ریفرندوم بکه البته مافی حکومت عراق جی یک پرچبون خو بپاریزه لو ما دبید نوبر وانتشتاند هفسنگی یک چی ببه سروکی دزگاه قانونی انجمن فدرال یا روسی اندری کلیششی سرو مجاری گود ریفرندوم دقوق دا تیواده آنی نظمان یا دخوازین گل لیدواری قانونی دا تی ویواته که گل دخوازه رفش ورگویرتن بلافرین شیرین ترکیه چاریچلی دان سبی دور زخوی باشور کردستانی بسبب هبون کامپن پکیکی الگندن کردستانی دان هات زانین که بلافرین ترکیه جای سبی و گندن زیناب و زرهوایجی دان بربومبین جبرویجی هنک جگندیان نجار منشگان درکوین بلافرین زیدتری نجاران یریش کرن هات زانین کروش یک شمی سیویکی چلی سی شاندن نونتویت آسن هری بلندا سردانو کوبانی کرن. اف شاندن که سردانو کانتونو کوبانی کرنه امریکا و بریتانیا و فرانسیا اینه که بدویامین سالوگر رزگار کرنا کوبانی بجداری ری و رسمی تفدیر و پیروز کرنا کوبانی کرن. هروا شنده امریکی بسرکتین و نری فرمی یه سروکی امریکای جنرال بریت ماکگیرک سردان کوبانی کرد. امریکا پشتوانی خواستری دموکراتیک یا روجوای کردستانی کرد و سوزا پاراستن و مافین کردان جیدا. الگور آگاهین گیشتی که سردان نونری سروکی امریکای با کوبانی پشتوانی ولات خواهش بو برخدان و یه بگه و یه پجیجی کرد. رایدری که روجوای کردستانی راگیاند گند و دورین نوبر افرین و کوبانی خاک کردستانی و گود کرد دکارن بالیکاری امریکا و خاک خادیس وگرینن سر کردستانی سردن شانده هف پیمانیا ناف دولتی یالدجی دایشی بو کوبانی دروج سی معبوری دا بسرکتی نونری امریکا هف پیمانیا ناف دولتی دا بریت ماکگیرک بالا کردن روجوا کشان سر هریم کردی یا نوبر افرین و کوبانی قوک بابی و عزازیت ناسین و هین دبن کنترل دایشی و هزین رادیکال گن اسلامی دایه بردف که ین کسی یل هریم باب و عزازی سرگند و دورین کرد ین نوبر افرین و کوبانی داجی گود گندن کردان جباکوری هریم بابی دا دگیجن سینوری ترکیه و باکوری کردستانی هروا گندن کردان جوجوای کوبانی و جمع فراتی واجی حتی هریم عزازی جی هفقت نابون آنگو دیرو که دا خاکا روجوای کردستانی لوی دوری یک پرچه بویه رژیم سوریه بدموگرافی و اردنگاری و هریم لیستیه و دستکاری تدا کریه افتیو بوری هزین پشمرگه کارین بالیکاری بالافرین شیر گنده کی دنی کردستانیش دست دایشی درخن هزین پشمرگه بالیکاری چکدارین اشیرین عرب و بالافرین شیر کارین گنده کودیل یه مخموریش دست دایشی درخینین اپراسیون گنده کودیل سی چلایی دست ببو اف گند 17 کیلومتری دوری باجاروک مخموریه جی گنده کودیل استراتژیک و باجاروک مخموری و گنده گیاری یه موصولی هفرا گریده ستاندن گنده کودیله ایدی تو چکداری که دایشلوی آلی جمعی دچله نامینه شروانین یپگی دناپیر بربانگو سبی کارین دو گند الهریم افرینی یا روجوای کردستانی جدست چکدارین النصره و احرار الشامی درخینن پشتی اوی شهری گند خریب که جیل همین دویرش آلی یپگی و چکدارین النصره و احرار الشامی هات باقش کرن شروان جیش السوارجی کارین پشتی شهرکی گران آشی فیصل جدیزی که باجاری ازازی فارزگی حلبش دست النصره و احرار الشامی درخینن دو تیمین تایبت ین هزین لشکری ین امریکای روجوای کردستانی و باشوری کردستانی هات نبجی کرن. افیز لشکری یا روجوای کردستانی هات یبجی کرن هجمار لشکرین وی پینجی کسه و آرمانج چونا وی هزی جبو روجوای کردستانی چی کرنا هوریزی نابر هزین هف پیمانیا ناف دولتی و شروانین کرد ین یکیناین پاراستناگل و هزین سوریا دموکراتیک دایه. هروا اف تیم لشکری یا که باشوری کردستانی بجی بویه جدست لشکرین امریکایی پکته. آرمانج شاندن آوان پیکانینا اپراسیون تایبت جبو گرتن و کشتن برپرسن پای بلند یرخستن دایشی بالیکاری هزین پشمرگه و کماندوین کرد نگردای یکینای آنتی ترور یا کردستانیه. عربستان سعودی راگیاند ریاض آمده حزب بشینه سوریه. الگردوچه اسوسییتد پرس بردف که لشکری عربستان سعودی راگیاندیه. عربستان آمده لشکری خواب بشینه سوریه به مبست شهر دجیدایشه. بردف که لشکری عربستان سعودی گفت که اگر هف پیمانیا نو دولتی یا دجیدایشه راضی به ام آمده نه حزب بشینه نو آخر سوریه. اوی هر و داکفشه که اف آمده نه کار خسن دایشه تک ببند. دنگ و بحث جهانی در پرسیو مالپرک اسرائیل دا اسرائیل و فلسطینی پشتی به هفته سالی جار یکمین بون یک و گوتن
کرد هجای دولتینه و دولت مافیوانه. مالپر اسرائیلی یا بناوی آسک اسرائیل اورک که هر جاری مجارکی الولاتین اسرائیل جو و عرب و فلسطینی ده پرسه وی جاری جوان پرسیه گلو کرد هجای وی یکین ببن خدان دولت. پرانیو بون کسین که تاول را پرسی بونه دبیجن کرد گلکی برومت و هجانه و هجای وینه ببن خدان دولت. نزیکی 7 سال فلسطینی و اسرائیلی شهر دکن و حتی نه سر تشتکل هف نکرنه لی هر دو سر کردستانی بون یک. روز چاری چلیش بو آلیکاری کرنا کوچبر و خلق سوریه لباجاری لندن پایتخت بریتانیا کنفرانس که بجداری 6 ولات جیانی هاتل دار خستن. دوی کنفرانسی ده زیدتری هفته ریوبری و کسیتین جیانی بجدار بون. سرک وزیر بریتانیای داوید کامرون را گیاند کنفرانس لندن 10 میلیارد دلار بو آلیکارین مرویین سوری و اروا اوره و کوچبر نوخه و دروی سوری هاتیه کم کرن. آرمانجا کنفرانسی کم کرنا 9 میلیارد دلار آلیکاری بو خلق سوریای بو لید داوی کنفرانسی ده آلیکاریک زیدترش خلقی را هات کم کرن. ولات و سازین نو دولتی ینک آلیکاری پیشکشی خلقی سوریای کرن اب ولات بون. امریکا، آلمانیا، ایتالیا، یکتی اروپا، فرانسا، بریتانیا، نروژ و ژاپن. کنفرانس پشتوان سوریه ده وزیر دروی آمریکای جون کری جی سوزا 1 میلیارد دلار آلیکاریا نوش بو پیدانبرین سوریه ده. جون کری گوت برج مرواییه که هر کس پشگری بده کریزا سیاسی و مروایی کل سوریه تی جیان کرن. اوی هروا دیار کرد که آمریکا 61 میلیون دلار بو گلی سوریه وقتینه و 209 میلیون دلار جی بو آلیکاریا پیشوا برنه بو پرورده کرنا زاروکن پیدانبر اردن و لبنانی. کری بانک حکومت سوریه و روسیه کرد که یریشی خال دوریم بن کنترل سرلدان راوستینن دک آلیکاریا مروایی بگینه سیویلان. سروکی اتونومی چاندی او نتوی کردن روسیای فرهاد پاتیف اشکره کرد که کانتون رجوای کردستان الپایتخت روسیا مسکو اوفیس خواهد کن. فرهاد پاتیف آژانس اینترفاکس روسی را گفت که هر سه کانتون دی اوفیس که توی وکن و نونری پیدیجی دی اوفیس ده هبه. هر وقت راگیوند که اوفیس هان دی روزا دیوی می وره وکرد. الگوری آگاین فرهاد پاتیف اوفیس کانتون رجوا دی مینا سازیه که گیشتی گریدای وزارت دادی روسیای کار بکه لید پراکتیک دا مینا بایلوسخانه به. پاتیف آنیزمان که اوفیس کانتون رجوا نفرمیه جبر که الگوری قانون روسی هریم نکارن اوفیس یا جنونرتیا فرمی وکن. وی رایداری کرد دیار کرد که افدخوازن فرانسا و آلمانیا جی نونرتین خواه وکن. پارلمانتوی اروپا دبریاره که خدا قرقرنو ازدیان و پیکاتین دن شالی رخصتنا دایشی و داناسین. دبریاره دهات پسند کرن کل عراق و سوریه دجی خریستیان کردن ازیدی و پیکاتین دن ین اولی و اتنیکی قرقرنک چی بویه. هر وقت دبریاره دبناوی تاوانین رمبر مروایی و بمپیکرنن مافین مروان یند آستا تاوانین شهر دا بوایی که توند هات شرمزار کرن. شالی که دن و پارلمانتارین اروپی بانک انجمان آسایش نو دولتی کرد که آرمانجا داناسینا یریشن وک قرقرنی و تفدیرن پیویز بگره. دایش سیته بخو سال 2014 دما یریش گرتن شنگالی دا هزاران کس کشتن هروا هزار کردن ازیدی رواندن که حتی نهاجر نویسا گل کنشوان ندیاره. گدارین هیجا او بو وشانا دنگ و بحث نفتیه که شهر 4 پرچین کردستانی و کردن دیاسپروی هروا نوچین نومنتوی جوره که دن هفتیاتی دیسل سروی ناونیشانی پنجم نوچین هفتیه که امی راستی هف بین پیویو رفش آرامی و آشتی هر 4 پرچین کردستانی دا. برنامه نوچین یا رادیوی ریاتزه بیلاستورکی پیشکشی وکر حتانی شمیاتی بمینند خوشی اسلامتیه دا.